الله متعال به حضرت موسی گفت و ما اعجلک عن قومک یا موسی، ای موسی علیه السلام به خاطر چی از قومت پیشی گرفتی؟ حضرت موسی علیه السلام گفت هم اولائی علی اثری و عجلت الیک ربی لترضا، من از قوم خود پیشی گرفتم، من شتافتم، تیزی کردم، لترضا، تا این که تو از من راضی و خوشنود باشی، تو از من راضی شوی. ما و شما پیروان انبیاء علیه السلام هستیم، پس کاری را که میکنیم به خاطر رضایت الله متعال باشد. اگر به مسجد می آییم به خاطر الله متعال نماز بخوانیم، به مسجد به خاطر این نیاییم که ما و شما را مردم نمازخوان بگوید، یا خیرات و صدقات میدهیم به خاطر الله متعال بدهیم، به خاطر این ندهیم که مردم ما و شما را سخاوتمند و سخی خطاب بکنند. وقتی که به مسجد می آییم بگوییم که پروردگارا، من به مسجد آمدم، میخواهم ادای عبادت تو را بکنم لترضا، تا این که تو از من راضی و خوشنود شوی. من نمازهای خود را سری وقت میخوانم لترضا، تا این که تو از من راضی و خوشنود شوی. من دست برادر مسلمان خود را میگیرم، همراهش کمک میکنم لترضا، تا این که تو از من راضی و خوشنود شوی. من به برادر مسلمان خود ضرر نمیرسانم، من در حقش خیانت نمی کنم لترضا، تا این که تو از من راضی و خوشنود شوی. من دشنام نمی دهم، دروغ نمی گم، غیبت نمی کنم لترضا، تا این که تو از من راضی و خوشنود شوی. که معیار اصلی در زندگی من رضایت الله متعال باشد. او وقت هم الله متعال را و هم رضایت مخلوق را به دست می آوریم.